جعفر یه دقیقه بیا. خدا بخیر کنه. چی میخوایی بگی؟ خدا میتونه. جعفر من بدنم قفل کرده. چی شده؟ حاجی چی کار داره با من میکنه؟ خب این دستو جمع کن. الان چی میشه؟ جعفر حاجی داره منو دگرگون میکنه. فکر کنم داره منو مهندسی معکوس میکنه. جعفر چی؟ مهندسی معکوس دیگه چیه؟ یادت میره اگه برات توضیح بدم. اگه بخوای باز بهت میگم. دوست نداری نکن. حاجی داره منو میشکافه. خب دوباره اون چیزی که طبق الگوی ذهنی خودش دوباره منو داره جمع میکنه. فقط امیدوارم تو این الگوی جدید این توهماتت هم بین بره. جعفر اگه یه بار دیگه بهم بگه بابا جون، ابهت یگان میریزه. چرا؟ قش میکنم جعفر. نترس، به اونجا نمیرسه. جعفر دیگه دلم نمیخواد تخلف کنم. چقدر خوب. مثل یه پیرمرد 60 ساله که سیگار رو درک میکنه. الان رسیدم دقیقا چه حالتی؟ الان نمیفهم، بعدا میفهم چی میگه. دوستان بفرمید، خسته نباشید. بفرم. جعفر چی؟ نمیخوام این حال شیرین رو فراموش کنم. باشه تو این حال شیرینه باش. سریع‌تر بدار جعفر. برای دل با کسی‌هات واسه سادگیت بمیره. قلب تو قلب پرنده، پوست تما پوست شیر، زندون تنو رها کن ای پرنده پر بگیر.